ته‌مزه چغندر رو داره، ترش، شیرینه و خیلی خوشمزه است. کباس نوشیدنی پروبیوتیک و تخمیریه که به طور اصولی با شکر تخمیر میشه، نه نمک. سلام، من ملیحه حبیبی هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوایم با هم کباس چغندر درست کنیم. کباس در لغت روسی به معنی تخمیره. صدها سال پیش روس‌ها چغندر رو تخمیر میکردند و ازش نوشیدنی درست میکردند. نوشیدنی که سرشار از آنتی اکسیدان، باکتری های پروبیوتیکه و بسیار خوشمزه است. کباس به شکل سنتی با نون درست می شده. یعنی اولین کباس ها با نون درست می شدن که توی ویدیوهای قبلی بهتون آموزشش دادم، ولی بعدتر نمونه های میوه‌ای و حالا این چغندریش که رایج ترین شکلش هست هم رایج شده. کباس رو با میوه های دیگه هم میشه درستش کرد. مثلا من با به درستش کردم، باید ببینم نتیجه چی میشه. ولی اگر دوست داشتید که کباس رو با میوه های دیگه هم بهتون یاد بدم، حتما برام بنویسید. و یک توضیح دیگه این که اگر هر جایی دیدید که کباس با نمک داره تخمیر میشه و کباس رو با نمک دارن آموزش میدن، اشتباهه. کباس نوشیدنی، یعنی کباسی که به عنوان نوشیدنی داره استفاده میشه، باید با شکر تخمیر بشه. علتشو جلوتر بهتون میگم. کباسی که با نمک تخمیر میشه باید اولا درصد نمک بالا داشته باشه. بازم علتشو براتون توضیح میدم. و تو برخی از کشورهای اسلامی کباس رو با نمک تخمیر میکنند. برای یک غذا ازش استفاده میکنن، یک غذایی که حالا با گوشت و سبزیجات آماده میشه. شاید مثلا اونم درست کنیم به اسم بورشت، اگر درست تلفظش کنم. ولی ما با شکر تخمیرش میکنیم و در حینی که دارم کار انجام میدم براتون توضیح میدم که چرا کباس رو باید با شکر تخمیر کرد، نه نمک. برای درست کردن کباس احتیاج داریم به 4 تا دونه چغندر، آب، همونطور که همیشه گفتم آب باید بدون کلر باشه. حالا یا میتونه آبی که از دستگاه تصفیه گرفتید باشه، یا آبی که از شیر گرفتید و گذاشتید 1-2 ساعت مونده که کلرش بپره، یا آب معدنی. ولی آب جوشیده و سرد شده نباید باشه چون املاح نداره. همیشه اینو گفتم. احتیاج داریم به شیرین کننده، شکر قهوه‌ای یا مالت، ملاس، یا هر نوع شیره‌ای و شکر. میتونید از یکیش استفاده کنید، میتونید از ترکیب در واقع هر دوتاش استفاده کنید. و احتیاج داریم به نون. نون خمیرترش بهتر که چاودار باشه. نون خمیرترش حاوی مخمره، یعنی مخمرهایی که از اول وجود داشتن توی نون در حرارت از بین نمیرن. به اضافه اینکه کلی مواد معدنی و ویتامین داره که به باکتری ها در واقع به رشدشون کمک میکنه. به جای خمیرترش میتونید از خود خمیرترش استفاده کنید، از خمیرترشی که تغذیه شده، فعال شده، حالا به پیک رسیده یا به پیک رسیده و اومده پایین. ما یک اسیدیته خوب میخوایم از خمیرترش. خمیرترش که به پیک نرسیده و اسیدیته خوب نداره به درد نمیخوره. و حالا از این به عنوان استارتر هم میشه استفاده کرد دیگه. تو رسیپیاشون اینا میان، اونایی که به شکل سنتی میان در واقع کباس درست میکنن، از کباس قبلی میان مثلا به اندازه نصف پیمونه توی این رسیپی که دارم بهتون میدم استفاده میکنن برای درست کردن کباس، برای اینکه یک مقداری در واقع باکتری به این اضافه کنن به عنوان استارتر. شما میتونید که از کامبوجا استفاده کنید، از کفیر استفاده کنید یا از حتی آب ماست استفاده کنید. من از کامبوجا استفاده میکنم، از نصف لیوان کامبوجای خودمون استفاده میکنم. به جای آب ماست یا خمیرترش فعال میتونید از خمیرترش‌های خشکی که تو ویدیوهای قبلی بهتون یاد دادم هم استفاده کنید. به اندازه مثلا 1 قاشق خمیرترش خرد شده هم میتونید استفاده بکنید، چون این خمیرترشی بوده که فعال بوده دیگه، اینم حاوی باکتری هست. تخمیر کباس به این دلیل که چغندر قند بالایی داره شبیه کامبوجاست، نه کیمچی. یعنی تخمیر مخمری و استیکیه، نه تخمیر لاکتیکی. تخمیر با نمک که تخمیر لاکتیکیه باید بی‌هوازی باشه. با وجود مقدار زیاد قندی که در چغندر موجوده،
برای اینکه تخمیر لاکتیکی به درستی انجام بشه یا باید با درصد مناسب با سبزیجات دیگه‌ای ترکیب بشه یا درصد نمک بالایی برای تخمیر لاکتیکی استفاده بشه تا الکل و مواد مضر در تخمیر ایجاد نشن و زمان تخمیر هم باید طولانی بشه. آموزش‌هایی که برای تخمیر کباس با نمک وجود دارند با درصدهای پایین نمک و زمانهای کوتاه تخمیر ممکنه حاوی باکتری‌های بیماریزا باشه. ولی تخمیر هوازی کباس با شکر بی خطره. مقدار کمی اسید استیک با استوباکترها در طول فرآیند تخمیرش با شکر تشکیل میشه که اسیدیته مناسب ایجاد میکنه. فضای تخمیر مطمئنه و اضافه کردن کامبوجا، آب ماست، خمیر ترش یا کباس قبلی این فضا رو در ابتدای تخمیر مطمئن‌تر میکنه. میتونید نون خمیر ترش رو توی فر یه کمی رستش هم بکنید، حالا یا فر یا رو گاز، یه ذره طعمش رو بهتر هم میکنه. ولی علت اصلی همون گفتم ویتامین ها و مواد معدنی و مخمرهاییه که داره و من به این میخوام که اضافهش کنم. و نصف پیمونم کامبوجا میخواد. من از کامبوجای لوندر و هل سیاهمون دارم استفاده میکنم به قدر 1/2 پیمونه. این میاد بهش باکتری های اسید استیک اضافه میکنه، باکتری های اسید لاکتیک و کلی طعم و مزه. گفتم از آب ماست یا خود مایع خمیر ترش یا کفیر، هر کدوم اینا میتونید استفاده کنید. آب ماستی که استفاده میکنید آب ماست پروبیوتیک باشه یا ماستی باشه که خودتون تو خونه درست کردید، یعنی ماستی نباشه که مواد نگه دارنده و اینها داره. اگر کارخونه‌ای استفاده میکنید آب ماست پروبیوتیک باشه یا اون چیزی که خودتون تو خونه درست میکنید. از این لبنیاتی‌ها و اینا ماستای اونا واقعا اصلا استفاده نکنید، به درد نمیخورن. هیچ چیزی که این لبنیاتی‌ها دارن به درد نمیخورن. کباس نوشیدنی بدون الکل، تخمیرش هوازیه، باکتری های اسید استیک باید توش رشد بکنن، بنابراین هر روز باید هم زده بشه که باکتری های اسید استیک، باکتری ها رشد بهتری بکنن و درش هم باید پارچه و کش بذارید، درش نباید بسته باشه. همونطور که گفتم کباس باکتری های غالبش استوباکتری ها هستن. استوباکتری ها احتیاج دارن به هوا، بنابراین شما حداقل توی یک روز باید 2-3 بار اینو همش بزنید تا هوا به همه جای در واقع این نوشیدنی برسه و باکتری های اسید استیک به اندازه کافی رشد کنند و این اون حالت ترش و اسیدی رو داشته باشه. 3 تا 4 روز حتی تا 1 هفته میشه که نگهش داریم. دمایی که لازم داره دمای گرمه، یعنی بالای در واقع 24-5 درجه، شبیه تخمیر کامبوجاست.
دماش نباید دمای سردی باشه، برخلاف در واقع تخمیر لاکتیکی این باید دمای گرمی داشته باشه. بعد از 3 روز واقعا آماده میشه، ولی تا 1 هفته هم میتونید نگه دارید. هرچی که بمونه باکتری ها از قند بیشتر استفاده میکنند و طعم نوشیدنیتون ترشتر میشه و در عین حال کالریش هم کم میشه. من آمادش کردم. این کباسیه که من 1 هفته پیش درستش کردم و حالا میریم که با هم دیگه صافش کنیم و مرحله دوم تخمیر رو انجام بدیم. یک تخمیر ثانویه هم واسش انجام میشه، گرچه که همین حالا هم آماده است برای استفاده، ولی اصولاً یه تخمیر ثانویه انجام میشه که یه کمی فیزی و گازدار بشه و بازم قندش در واقع کم بشه. یه کمی با دیسکه فشارش میدم که همه آبش در بیاد. 1 بار دیگه از این میتونید استفاده کنید، یعنی 1 بار دیگه شما میتونید که با این چغندره کباس درست بکنید با همون در واقع رسپی، همون مقدار شکر، همون کامبوجا، همه چی. از این میتونید 1 بار دیگه استفاده کنید و بعد از اینکه 1 بار دیگه هم استفاده کردید باز دوباره از خود این چغندره هم میتونید استفاده کنید. یعنی میتونید اینو دور نریزید، توی خورشاتون ازش استفاده بکنید، توی غذاهاتون استفاده کنید، یا اینکه بپزیدش مثلا شبیه مربا بشه. یه کمی طعم ترش داره ولی خوشمزه است و پروبیوتیکه. برای تخمیر ثانویه از شیشه هایی استفاده میکنیم که در قفل شو داشته باشن. حالا اگر که از این شیشه ها در دسترس ندارید میتونید یه شیشه نوشابه معمولی که درش حسابی چفت میشه از اونها استفاده بکنید. شیشه که نه، یعنی بطری پلاستیکی. در هر صورت باید چیزی باشه که هوابند باشه که کمی گازدار بشه. میان بهش 1 مقداری قند اضافه میکنن، مثلا چند تا دونه میتونید که کشمش بریزید داخلش، یا به جای کشمش میتونید مثلا 1 قاشق چایخوری شکر قهوه‌ای یا عسل یا مالت یا شیره یا هر چیز دیگه اضافه کنید، یا اصلا هیچ چیزی اضافه نکنید. این یه کمی چون قند داره به باکتری ها میاد کمک میکنه، از تغذیه در واقع میشن. ولی شما اگر که میخواید که باز کالری کم باشه و نوشیدنیتون ترشتر بشه میتونید که اصلا هیچ نوع قندی تو این مرحله اضافه نکنید. خب امیدوارم که نریزی عزیزم. همون دارم رنگش خیلی بده، بریزه خیلی بد میشه. داره نمیریزه آخ چون. خب اینها رو ما 24 ساعت تا 48 ساعت تو دمای اتاق میذاریمشون. دمای اتاق مثلا دیگه هم 23-4 درجه باشه، خیلی دمای گرمی نباشه چون ممکنه که خیلی گازدار بشه، و بعدش حتما بذاریدش توی یخچال چون ممکنه که الکلی بشه، چون دیگه الان اینجا این تخمیر ثانویه تخمیر بی‌هوازیه. در غیاب در واقع هوا، قند ترکیبش با مخمرهایی که داخل این وجود داره الکل درست میکنه و ما نمیخوایم. ما نوشیدنی پروبیوتیک میخوایم. برای گازدار شدنش این کارو میکنیم. بعد از 24 ساعت حدوداً این اتفاق میفته، ولی میگم دیگه اگر که دمای خونتون به خصوص خیلی گرم هست، بیشتر از 48 ساعت اصلا بیرونش نذارید. این رو من 24 ساعته که گذاشتمش توی دمای خونمونم خیلی گرم نیست، یه هوای خنکی داره. بریم که بازش کنیم.
خدا رو شکر بدونه. گرد خونریزی. نمیدونم که چغندر دوست دارید یا نه. این تهمزه چغندر رو داره، ترشه، شیرینه، کمی شیرینه، واقعا خیلی کم شیرینه ولی نوشیدنی ترشه و خیلی خوشمزه است.